سلام به روی ماه دوست گلم. به کانال خواب مهتابی خوش اومدی. امشب میخوام برات یه قصه خیلی روون و ملایم و پر از ماجرا اما عاشقانه و پر احساس تعریف کنم. داستان دختری که گرفتار یک قاضی هیز و هوسران شد و با شجاعت و زیرکی چنان ادبش کرد که رسوای شهر شد. اما خود دخترم مجبور شد ماجراهای خوب و بد زیادی رو پشت سر بذاره تا بالاخره بتونه حقشو بگیره. این داستان زیبا رو از کتاب کوچه به قلم استاد احمد شاملو به اسم چوپان در صحرا چه دیدی براتون انتخاب کردم. امیدوارم بشنوی و در آرامش و رویا به خوابی شیرین و عمیق فرو بری. پس حالا آماده شو تا با من همراه شی که میخوام ببرمت به دل داستان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یه تاجری بود، یه پسری داشت، یه دختری داشت. سالهای سال بود که زنش مرده بود، اما برای اینکه بچه‌هاش زیر دست نامادری نیفتند دیگه زن نگرفته بود. وقتی بچه‌هاش عقل برس شدند و مال و ثروتش هم به حدی رسید که حج بهش واجب شد، دخترش رو سپرد دست قاضی القضات شهر. یه پیرهن سفید هم گذاشت پیشش و بهش گفت اگه خدایی نکرده دخترم قدم کج برداشت، همین قدر یک انگشت تو نیلی کن بزن به این پیرهن تا من حساب کار دستم باشه. این را گفت و دست پسرش رو گرفت و با کاروانی که روانه مکه بود عازم زیارت خانه خدا شد. اما جانم که شما باشید اونها رو به امان خدا بذارید و بشنوید از قاضی القضات که روزی از روزها رفت خونه تاجر باشی از حال و کار دختر خبری بگیره. دختر که دید قاضی به پرسیدن حالش اومده، گل از گلش شکفت. بردش تو پنجدری، بالا بالاها رو مخدعه نشوندش. خودش به دو رفت، سماور و قلیون رو آورد، گذاشت لب حوض. چند تا حب زغال و یک گل آتیش گذاشت تو آتیش گردون و بنا کرد چرخوندن که ناگهان چشم هیز قاضی از درگاهی عرسی افتاد به دختر که مشغول چرخاندن آتشگردان بود. دید خورده خورده چادر نماز از سرش پس رفت و لعبتی از اون زیر در اومد پنجه آفتاب که به ماه شب 14 می گفت تو در نیا که من در اومدم. هوش از سر قاضی پرید، دست و پاش سست شد و دلش سرید و نه یک دل که به 100 دل خاطرخواه دختر شد. دیگه نه حالش رو فهمید و نه کارش رو و همین که دختر اومد جلو قلیون رو داد دستش، آهسته ویشگونی از بازوی دختر گرفت. خلاصه از اون روز قاضی روزگار دختر رو سیاه کرد و اونقدر سماجت به خرج داد تا بالاخره دختر به سطوح اومد و برای رسوا کردن قاضی نقشه‌ای چید. و این بار که قاضی پیدا شد بهش گفت باشه، حالا که اینقدر برای چشیدن شهد وصال من بیتابین، منم حرفی ندارم.
چطوره دستور بدین روز جمعه از 1-2 ساعت به ظهر مونده حموم محله رو قرق کنن که 2 تایی با هم بریم اون تو. من سر و تن شما رو بشورم، شما سر و تن منو، بعد هم آبتنی و چال حوض بازی و تا عصر ساعت به ساعت به مراد دل از هم کام بگیریم. قاضی که این رو شنید از خوشی قند ته دلش آب شد. گفت چی از این بهتر؟ دستور داد روز جمعه از 2 ساعت به ظهر مانده حمام محله رو قرق کنند که قاضی القضات هوس رفتن حمام عروسی به سرش زده. از اون طرف بشنوید از دختر که روز جمعه 1 ساعتی پیش از وقت قرق خودش رو رسوند به حمام. سر و تنش رو شست و اونقدر دست کرد تا همه رفتند. بعد خودش رو پشت ستونی قایم کرد تا قاضی رسید. سر بنیه لخت شد و اومد تو. دختر از پشت ستون در اومد و سلام کرد. قاضی گفت سلام به روی ماهت آروم جونم و دست پیش برد که او رو بغل کنه. دختر خودش رو پس کشید که ای وای قاضی دردت به جونم، چقدر آتیشتون تنده ماشاءالله. 1 دقیقه صبر کنین، یه خورده خجالت من بریزه، روم به روتون وا بشه. تازه تا غروبم که وقت داریم. اول بذارین من ریشتون و رنگ و حنا بگیرم، یه ذره جوانتر شید که من هم به دلم بچسبه آخه. خلاصه قاضی بینوا رو که عشق دختر خر کرده بود زبون دختر خرترش کرد. تا رفت بگه چه و چون، دختر نشوندش سر سکو. کاسه واجبی رو که پیشا پیش حاضر کرده بود برداشت، همش رو مالید به ریش و سبیل و ابروی قاضی. یه خورده حنا هم مالید روش. گفت حالا یه خورده آروم بشینین تا رنگ بگیره. قاضی 2-3 دقیقه‌ای دندون رو جگر گذاشت و نشست. دید ریشش بد جوری میخاره. ناخونش رو فرو برد زیر حنا که صورتش رو بخارونه. دید 1 چنگ ریشش ور اومد. آه از نهادش در اومد که ای داد این چی بود؟ دختر گفت چیزی نیست، این یه جور حنای مخصوصیه که به ریش قاضیای پفیوزی مثل تو میگیرن. اون وقت 1 سطل آب جوش از خزینه برداشت ریخت سر قاضی که ریش و پیش و پشم و مژه و ابروهاش رو یک جا شست و برد و با ته بادیه چنان به کله کدوی قاضی کوبید که 4 انگشت شکافت. قاضی قش و ضعف کرد. از بالای سکو ولو شد کف حموم و دختر مثل برق از حمام زد بیرون. پیش از این که کسی خبردار بشه لباسهاش رو تنش کرد و رفت خونشون. اوستای حمومی 1 ساعتی صبر کرد. دید از قاضی سر و صدایی نیست. سرش رو کرد تو، ندایی داد. دید جوابی نمیاد. رفت جلو نگاه کرد. دید ای داد بیداد، قاضی با سر شکافته غرق خون افتاده وسط حموم و ریش و پشمش رو هم واجبی برده. دوید این و اونو صدا کرد، اومدند کمک کردند. حکیم و دوا آوردند، سر و صورتش رو مرهم گذاشتند. بستند بردند توی خانه خوابوندنش. تا حالش جا اومد، اولین باری که تونست از جاش بلند بشه بی معطلی 1 تشت نیل غلیظ درست کرد.
پیرهن سفیدی رو که تاجر باشی پیشش گذاشته بود تا اگر خدایی نکرده دخترش قدم کج برداشت انگشتش رو نیلی کنه و بزنه به اون، فرو کرد تو تشت. سپرد دست قاصد مخصوص، گفت میروی مکه، فلان تاجر رو پیدا میکنی، این را میدهی دستشو، بی یک کلمه حرف برمیگردی. سرتان رو درد نیاورم. بیچاره دختر به انتظار برگشتن پدر و برادرش توی خانه نشسته بود که ناگهان یک روز سحر برادرش از گرد راه رسید. نه سلامی و نه علیکی. خنجرش رو از کمر کشید، دختر رو لب باغچه دراز کرد و گفت اشهدتو بگو که به فرمون پدرمون باید سرتو ببرم. دختر گفت ای برادر، من تو چنگ توام، اما نمیخوای پیش از اون که سرمو از تن جدا کنی علتشو به هم بگی تا دست کم ندونسته از دنیا نرم. پسر گفت ای پتیاره هرزه، خودت بهتر از هر کس دیگه ای میدونی که توی این شهر واسه من و پدرم حیثیت و آبرو نذاشتی. اما حالا که میخوای از زبون من بشنوی بذار بهت بگم. پدرمون موقع رفتن یه پیرهن پیش قاضی گذاشته بود که هر وقت تو قدم کجی برداشتی انگشتشو نیلی کنه بزنه به اون. خدا میدونه چه رسوایی هایی بالا آوردی که قاضی چاره‌ای ندیده جز این که اون پیرهنو فرو کنه توی تشت نیل و بفرسته برای پدرمون. یالا عجله کن، اشهدتو بگو که پدر بیرون دروازه چشم به راه منه تا پیرهن خونیت رو براش ببرم که جیگرش خنک شه و رامونو بکشیم بریم به شهر دیگه توی یه دیار غربت زندگی کنیم. دختر که این رو شنید اشک تو چشمش حلقه زد، رو به آسمون کرد و چنان آهی کشید که دل برادر آتیش گرفت. گفت حرفی نیست برادر، فقط خدا خونه ظلم و خراب کنه. زودتر کارتو بکن و خودتو برسون به پدرمون که معطل نمونه. اما بدون و آگاه باش که دامن عصمت من از برگ گل پاکتره. برادر به دلش برات شد که باید کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشه. نشست پاپی خواهره شد که بگو ببینم قضیه چیه. و دختر هم همون جور که یک چشمش اشک بود و یکیش خون حال و حکایتش رو با قاضی از سر سیر تا ته پیاز تعریف کرد و دست آخر در اومد که به خاک مادرمون قسم اون چه گفتم عین واقعیته، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. برادر دست انداخت گردن خواهرش و دوتایی گریه سیری کردند. بعد پا شد یکی از پیرهنای دختر رو برداشت، دستش رو گرفت با خودش برد توی صحرا. یکی دوتا کفتر چاهی شکار کرد، پیرهن دختر رو زد تو خون کفترها و بهش گفت قاضی چنون قاپ پدر ما و همه اهل شهر رو دزدیده که اگر تو جامه از ورقهای قرآن تنت کنی حرفتو باور نمی کنه. جز این چاره‌ای نداریم که من این پیرهنو ببرم نشونش بدم. قسم راست و دروغ هم سر هم کنم که تو رو کشتم. تو هم خودتو به خدا بسپر. یه طرف این بیابونو بگیر برو ببین تقدیر و سرنوشتت به کجا میرسونتت. باز دست انداختند گردن هم و غم دلشون رو به آب گریه شستند. بعد با هم ودا کردند، از هم جدا شدند. پسر راه برگشت رو پیش گرفت و دختر بیراهه بیابون رو و هر کدوم رفتند ببینند نصیب و قسمت چه خوابی براشون دیده. دختر یک ور بیابون رو گرفت و رفت تا رسید به یه چشمه و یه درخت زاری. نشست آبی خورد و دست و روی شست و زانوی غم به بغل گرفت.
رفت تو فکر آخر و عاقبت زندگیش که یک وقت سر و صدای یک دست سوار و شیهه و خرناسه اسب به گوشش رسید. پا شد چشم انداخت، دید بله، یک جوانی که آثار بزرگی و بزرگزادگی از سر و وضعش پیداست از جلو و یک دست سوار هم با فاصله از دنبالش دارن میان اون طرف. اونها رو که دید زودی به خودش جنبید و درختی رو که شاخ و برگ تو همتری داشت گرفت، خودش رو رسوند اون بالا. هر جوری که بود اون لالوها قایم شد تا ببینه چی پیش میاد. حالا نگو این جوون پسر پادشاه شهری در اون نزدیکی هاست که پدر و مادرش جدش کرده بودند حتما با دختر عموش عروسی کنه. اون هم دختر عموه رو دوست نداره و مدام امروز و فردا میکنه و از اونجایی که قراره تا یه هفته دیگه بساط عقد و عروسیش رو راه بندازند و دست اونها رو بذارن تو دست هم، پسره از شاباباش اجازه گرفته تا اون یک هفته رو تو صحرا و جنگل به شکار بگذرونه. خلاصه رسیدند. اونجا رو برای اتراق پسند کردند. نزدیک چشمه برای شاهزاده خیمه خرگاه زدند و چون دیگه داشت غروب میشد بساط آبداری رو علم کردند و بنای پخت و پز رو گذاشتند. شاهزاده که خسته بود حاجبش رو صدا زد و گفت من خستم، میخوام پیش از غذا چرت کوتاهی بزنم. شام رو که آوردی اگه دیدی خوابم بیدارم نکن. سینی رو بذار تو چادر دم در، بیدار که شدم میخورم. نوکرها دویدند، رخت خواب پهن کردند. یک شمعدان طلا روشن کردند گذاشتند بالای سرش. یک شمعدان نقره هم روشن کردند گذاشتند پایین پاش. شاهزاده همونجور با لباس افتاد رو رخت خواب و با یک دنیا غم و غصه‌ای که توی دلش داشت خوابش برد. حاجب هم وقتی شام رو آورد و دید شاهزاده خوابیده، همونجوری که دستور داشت بی سر و صدا مجمعه کباب و کبک و چلو و خورش رو گذاشت تو چادر و چون باقی عده همراه درازی اومده بودند، شامشون رو که خوردند سرشون رو گذاشتند جای پاهاشون و گرفتند خوابیدند. حالا بشنوید از دختر که از پشت شاخه ها و برگ ها همه چیز رو میدید و چون از دیشب تا حالا هم هیچی نخورده بود، بوی کبک و کباب و اون شام شاهانه که به دماغش میزد اشتهاش رو تیزتر میکرد. صبر کرد، خوب که اهل اردو خوابشون سنگین شد، با احتیاط از درخت اومد پایین. خودش رو رسوند به خیمه پسر پادشاه. 3 سیر غذا خورد. آهسته دستمال اون رو از جیبش در آورد، دست و دهنش رو پاک کرد. شمعدون نقره رو برداشت گذاشت بالای سر شاهزاده و شمعدون طلا رو برداشت گذاشت پایین پاش و برگشت رفت بالای درخت سر جاش. شاهزاده نصف نیمه های شب از زور گشنگی بیدار شد. پا شد نشست، مجمع رو کشید جلو که چیزی بخوره. دید نصف بیشتر غذاها خورده شده. چشمش افتاد دید دستمال جیبش هم چرب و چیل افتاده پای سینی. هاج و واج به این ور و اون ور نگاه کرد. دید انگار یکی دستی دستی جای شمعدون‌های طلا و نقره رو هم با هم عوض کرده. خلقش تنگ شد. بنا کرد داد و بیداد کردن. حاجب و نوکرها بیدار شدند و خودشون رو رسوندند. دیدند آره، یکی اومده شام پسر پادشاه رو خورده، دست و بالش رو با دستمال جیب پسر پادشاه پاک کرده
شمعدون‌ها رو هم بالا پایین گذاشته و از راهی که اومده برگشته. اما هرچه عقلشون رو سر هم گذاشتند که کی بوده کی نبوده، چیزی دستگیرشون نشد. همینقدر گفتند باید کار جن و پری باشه، چون دهن اهل اردو میچاد که به خودشون جرأت همچین کاری رو بدند. باری آفتاب زد و شاهزاده با خدم و حشم سوار شدند، رفتند پی شکار و گشت و گذار. غروب که برگشتند باز پسر پادشاه همون دستور دیشب رو به حاجب داد و خسته و کوفته رفت تو جا گرفت خوابید. حاجب دوباره مجمع شامش را آورد گذاشت تو خیمه دم در و سحر که از خواب پا شدند دیدند ای بابا باز شبانه حریف اومده بی سر و صدا همون دسته گل شب پیش رو به آب داده و گذاشته رفته پی کارش. پسر پادشاه که این رو دید پیش خودش گفت غلط نکنم، باید رازی تو این کار باشه. روز بعد که از شکار برگشتند، بعد از اون که همون دستورهای دیشب و پریشب رو به حاجب داد، جوری که کسی نفهمه انگشتش رو با چاقو زخمی کرد. یه خورده نمک اون رو پاشید که خوابش نبره و زیر چشمی کشید. یکو نصفه های شب دید جل الخالق، دختری مثل پنجه آفتاب از درخت اومد پایین، نشست سر سینی، از هر بشقاب تکی زد. سیر که شد دستمال رو از جیبش در آورد، دست و دهنش رو پاک کرد، پا شد شمعدون نقره رو گذاشت بالای سر و همینطور که اومد شمعدون طلا رو برداره، شاهزاده پرید، بند دستش رو چسبید، گفت تو رو به هر کی میپرستی بگو ببینم کی هستی، جنی، انسی، پریزادی یا آدمیزاد؟ 2 شب منو بازی دادی، اما حالا دیگه از چنگم خلاصی نداری. تا نگی معنی این کارهایی که میکنی چیه ولت نمیکنم. اونو نشوند، خودش هم گرفت نشست کنارش و دختر همه ی حال و حکایتش رو برای اون تعریف کرد. پسر پادشاه هم که دختر به یک نظر دین و دلش رو برده بود، با خودش گفت باید نصیب و قسمت من تو باشی. بعد رو کرد به دختر که دیگه لازم نیست بری خودتو سر درخت قایم کنی، همینجا پیش من بمون تا ببینم چی پیش میاد. شمشیرش رو کشید، گذاشت وسط خودشونو، گرفتند خوابیدند. القصه 3 روز باقی هفته رو به همین ترتیب با هم گذروندند تا اینکه شب آخر بعد از اون که شامشون رو خوردند، پسر پادشاه به زبون اومد و گفت من از دل و جون هلاک عشق توام، اما بدون و آگاه باش که منو از تو گهواره با دختر عموم که پادشاه یه شهر دیگه است نامزد کردن. چشم دیدن دختره رو ندارم، اما عموم آدم پرشر و شوریه و از خدا میخواد من زیر بار عروسی با دخترش نرم تا به این بهونه قشون بکشه بیاد تخت و تاج پدرم و ازش بگیره و خاک مملکت ما رو به توبره بکشه. این را گفت و بنا کرد اشک ریختن و بیقراری کردن و چه کنم گفتن. دختر اشکهای شاهزاده رو پاک کرد و گفت تو باید یه چیزی رو بدونی، اگر ما قسمت هم باشیم عمود که هیچی، همه ی عالم هم شمشیراشونو واسمون از رو ببندن کاری از پیش نمیبرن. اگرم قسمت چیز دیگه ای باشه هیچکی تو این عالم نمیتونه اونو عوض کنه. باری باز مثل هر شب شاهزاده شمشیرش رو کشید، گذاشت میان خودش و دختر و
دوتایی گرفتند خوابیدند. صبح زود اردو بیدار شد و بار و بندیل رو بستند، اما دختر همونجور خواب بود. شاهزاده که دلش نمی اومد اون رو برای وداع بیدار کنه، دستور داد رفتند گل زیادی از صحرا چیدند و آوردند. دختر رو غرق گل کرد. خنجر جواهرنگارش رو در آورد گذاشت کنار رخت خواب. دستور داد خیمه و خرگاه رو هم بذارن بمونه. سوار شد و با چشم گریون و دل بریون راه افتاد. دیگه چی بگم که شاهزاده چه حالی داشت. همینقدر که پاش پیش میرفت دلش پیش نمیرفت. از اون طرف بشنوید که یه وقت دختر هراسون از خواب پرید. دید ای دل غافل مرغ تیر خوردش با بال شکسته از قفس پریده و اون رو حتی برای یک وداع خشک و خالی هم بیدار نکرده. موند حیرون و ویلون که چه کنه و چه نکنه که دید صدای زنگوله میاد. سرش رو که کرد بیرون دید چوپانی جوان گلش رو میچرونه. صداش کرد و پرسید اون کپنک چوپونی و کلاه نمدی تو با این خیمه و خرگاه تاخت میزنی؟ گفت چرا نزنم؟ دختر رخت چوپان رو گرفت و پوشید. خنجر جواهرنگار رو اون زیر بست به کمرش. کپنک رو انداخت دوشش، کلاه نمدی رو کشید روی گوشاش. خدا رو یاد کرد، رد اردو رو گرفت، رفت و رفت تا نزدیکی های عصر رسید به عقبه دارها. پسر پادشاه که دم به دم برمیگشت پشت سرش رو نگاه میکرد، یک وقتی دید چوپانی داره میاد. گفت آوردنش جلو. پرسید از کجا میایی چوپون؟ گفت از صحرا. پرسید از صحرا که می اومدی چی دیدی؟ گفت دیدم نازنینی خفته بود، گل به رویش ریخته بود، خیمه دارش رفته بود، خیمگاهش مانده بود، زار زار می گریست از جور یار بی وفا. پسر پادشاه غمش یکی بود شد 1000 تا. دم به دم رو می کرد به چوپان و می پرسید چوپون توی صحرا چی دیدی؟ و چوپون هم همون جور در جوابش می خوند نازنینی خفته بود، گل به رویش ریخته بود، خیمه دارش رفته بود، خیمگاهش مانده بود، زار زار می گریست از جور یار بی وفا. رفتند تا رسیدند به شهر. شهر را آینه بندان و چراغان کرده بودند. شاهزاده رو رسیده نرسیده با ساقدوش ها فرستادند حمام برای حنابندان. گفت الا و بالله که این چوپون هم باید با ما بیاد بشینه پشت در حموم. به هر زبانی که بود پدر و مادرش رو راضی کرد. خودش با ساقدوش ها رفتند تو، چوپان رو نشوند سر بینه. دم به دم از اون تو میپرسید چوپون تو صحرا چی دیدی؟ و دختر با صدای خسته همون آهنگ رو میخوند. اونقدر خوند تا دیگه پاک آروم و قرارش از دست رفت. و این بار که پسر پادشاه پرسید چوپون تو صحرا چی دیدی؟ خنجر جواهرنگار رو از زیر رخت چوپونی کشید و به یک ضرب سینه خودش رو درید. پسر پادشاه دید جوابی نیومد. 2 باره و 3 باره پرسید. دید باز هم جوابی نیومد. هراسان خودش رو انداخت بیرون. دید چوپان نیست و دختره است.
و با خنجر جواهرنگار سینه خودش رو دریده. آه از نهادش در اومد و اون هم با همون خنجر زد شکم خودش رو پاره کرد. خبر به دختر عموه رسید. خودش رو رسوند بالای سر اونها و اون هم خنجر برداشت فرو کرد تو قلب خودش. همه ی قصر به هم ریخت. دویدند حکیم دربار رو آوردند که حکیم باشی دستمون به دامنت یه کاری بکن. حکیم اونها رو وارسید و گفت زخم شاهزاده و دختر رو بدوزم درست میشن، اما عروس که خنجر تو قلبش خورده کارش از کار گذشته. فوری شاهزاده و دختر رو برداشتند بردند تو حرم خوابوندنشون. حکیم باشی زخمهاشون رو دوخت، دوا درمونشون کرد و از دهن مرگ برشون گردوند. اما دختر عموه مرد و وقتی خبرش رو برای باباش بردند آهی کشید و گفت چه میشه کرد؟ قسمت و سیمرغ هم تو کوه قاف نمیتونه به هم بزنه. دختر و شاهزاده رو برای هم عقد کردند. دوباره شهر رو آذین بستند و 7 شبانه روز تمام شادمانه زدند و کوبیدند و رقصیدند و دست اون دوتا رو گذاشتند تو دست هم. بعد از اون که عروسی به خیر و خوشی گذشت، شاهزاده داد نقاش‌های زبردست ولایت چند تا شمایل از صورت زنش کشیدند. اونها رو آویزون کردند به دروازه های شهر و به دروازه‌بانها هم سپرد چشمهاشون رو خوب وانگه دارند. هر کی رو که وارد شهر میشه و با دیدن شمایل حال و وضعش جور دیگه‌ای میشه بگیرند بیارنش دربار. حالا اینها رو داشته باشید بشنوید از تاجر باشی. پدر دختر که وقتی بعد از مدتها حقیقت حال و حکایت رو از دهن پسرش شنید دوتایی سر گذاشتند به بیابون. شهر به شهر می گشتند که شاید بتونن رد پایی از اون گیر بیارن. وقتی به دروازه این شهر رسیدند و چشمشون به شمایل دختر افتاد آهی کشیدند و هر کدوم از یه وری پس افتادند. خبر به دختر رسید. فهمید پدر و برادرشند. گفت اونها رو ببرند به عزت تمام ته باغ قصر نگه دارند و بهشون برسند و ازشون پذیرایی کنند تا وقتش برسه. قاضی القضات هم که بعد از رسوایی هموم در به در بیابونها شده بود وقتی به این شهر رسید و چشمش به شمایل دختر افتاد آب دهنی به طرف اون انداخت و گفت خونت خراب بشه که خونمو خراب کردی. اون رو هم گرفتند و بردند. دختر گفت یه گوشه نگهش دارید آب و نانی بهش بدید تا تکلیفش رو معلوم کنم. بعد از چند روز دختر رخت و کپنک چوپانی رو تنش کرد. شکمبه گوسفندی هم کشید سرش. شاه و شاهزاده و وزیرهای دست چپ و راست ولایت رو هم گفت اومدند نشستند. خودش هم یه گوشه دم در 2 زانو نشست و اشاره کرد قاضی القضات و پدر و برادرش رو آوردند. نشوندند و پادشاه به دختر که خودش رو به ریخت چوپانها در آورده بود رو کرد و گفت خب پسر دیگه وقتشه که قصتو واسمون تعریف کنی. دختر تا دم زمین خم شد و راست شد و گفت قبله عالم به سلامت باشند. روزی روزگاری تو یکی از شهرهای عالم قاضی القضاتی بود که از هیزی و حرومزادگی ثانی و تالی نداشت. قاضی که این رو شنید شد کوزه ترشی، پرید وسط حرفش که خفه شو ملعون، قاضی القضات هیز و حرومزاده نمیشه. دختر گفت باشه، حالا که نمیخواین حکایتمو بشنوین منم نمیگم.
و یک خورده شکمبر رو از روی پیشانی بالا زد. پادشاه گفت نه، باید حکایتت رو بگی. دختر گفت امر قبله عالمه و در اومد که تاجر باشی شهر میخواست با پسرش بره حج. چون دخترش مادری، خاله‌ای، عمه‌ای کسی رو نداشت، فکر کرد بسپرتش دست قاضی القضات، یعنی که گوسفند چاق پرواری رو بسپره دست گرگ گشنه. قاضی باز پرید وسط حرفش که خفه شو ملعون خبیث، قاضی القضات امین شهر رو بهش میگی گرگ گرسنه؟ دختر گفت اصراری ندارم، حالا که دوست ندارین باقیشو بشنوین منم نمیگم و شکمبر رو یه خورده دیگه زد بالا. پادشاه به قاضی گفت اگه یه بار دیگه حرف تو حرفش آوردی پدرت رو میسوزونم و رو کرد به دختر که بگو. دختر گفت فرمون قبله عالم و اطاعت میکنم و در اومد که یه پیرهنم داد به قاضی، گفت هر وقت دیدی دخترم قدم کج بر میداره یه انگشتتو نیلی کن بزن تن این پیرهن. و دست پسرشو گرفت و رفت زیارت خانه خدا. اما اولین باری که چشم قاضی به جمال دختر افتاد، دیگ شهوتش قل و قل جوش اومد و سر رفت. باز قاضی دوید تو حرفش که خفه شو ملعون خبیث، قاضی تا دیگش از جوش نیفتاده باشه قاضیش نمی کنن. دختر گفت خیلی خوب، حالا که دلتون نمیخواد بشنوین چی بگم دیگه؟ و باز هم یه ذره دیگه شکمبر رو زد بالاتر. چه درد سرتون بدم؟ هی قاضی پرید تو حرف دختر و هی دختر زبان به کام کشید و شکمبر رو برد بالاتر و هی به امر پادشاه قصه رو پی گرفت تا دست آخر وقتی صحبت به اونجا رسید که حکیم باشی زخم پسر پادشاه و دختر رو دوخت و چاقشون کرد. باز قاضی دوید تو حرفش که مزخرف میگی ملعون خبیث، مگه شکم آدمی زاد خرجین سفریه که رفوش کنن؟ و دختر که این رو شنید گفت حالا که همچین شد خود قبله عالم شاهدن. شاهزاده نور چشم خودشون بود، اون دختر هم خود منم. و یک مرتبه شکمبر رو از روی سرش کشید و خودش رو انداخت تو بغل پدر و برادرش و گفت اینها هم پدر و برادر منن که جفای این قاضی خدا نشناس آواره کوه و دشتشون کرده. به دستور پادشاه قاضی رو به سزای عملش رسوندند و برای تاجر باشی و پسرش هم کنار بارگاه پادشاه قصری ساختند که باقی عمرشون رو همه با هم به خوبی و خوشی سر کنند. همینطور که خدا اونها رو به مراد خودشون رسوند، امیدوارم تو دوست عزیز هم به مراد دلت برسی. شبت مهتابی.